فکر کردید جهنم جا نداره؟ سلام به شما مردم ایران. دیدید ارتش اسرائیل بالای سرتون بود؟ قدرت ما رو حس کردید؟ دیدید اطلاعات ما چطور کار میکنه؟ ترورهای دقیق فقط در عرض 1 ساعت؟ این قدرت کشور اسرائیله. مردم ایران، ما با شما نمی جنگیم. ما با رژیم جنایتکار شما می جنگیم. من میدونم که بیشتر شما آرزو دارید این رژیم از بین بره تا بتونید زندگی خوبی داشته باشید. فرزندانتون رو در آرامش بزرگ کنید. پیشرفت کنید. بخندید. لذت ببرید. برای همین من به شما میگم بیاید بیرون. با ما بجنگید. علیه این رژیم جنایتکار. با ما همکاری کنید تا مردم ایران آزاد بشن. ما برنامه هسته‌ای این رژیم رو نابود میکنیم. ما هر کسی که باید از بین میبریم و اگه کسی دیگه بخواد ما رو امتحان کنه بفرمایید. جهنم هنوز جا داره.